نمیصرفه. خانم جوجه ترش دارین؟ بله. 3 سیخ لطف میکنین؟ چشم. فقط جوجه ترشاتون که ترش نیست. ببخشید حساب من چقدر شد؟ قابلتون هم نداره. 299 تومن. بفرمایید 300 تومن. مرسی. بقیه‌شو میخوان؟ قابلتون هم نداره البته. یه لحظه. الو آقای مدیر، یه مشتری که دو گشنه داری، میتونی 1000 تومن کار به کارت کنی؟ نه باش. آقا ببخشید ما 1000 تومانی نداریم. دهنتون رو باز کنین گوجه بذارم دهنتون. خانم جیگر سیخی چنده؟ قابلتون هم نداره. 60 تومن. میشه اندازه 15 تومن جیگر بدین؟ 15 تومن؟ بله. باش. یه دون میدین ها؟ بیا. یه لحظه. کار میکنه خانم؟ همین؟ 15 تومن دیگه. نمیصرف. احمدی تخم سگ نداره. صادقی سلام. خیلی مخلصم جان. من بابای فولادی ام. آقا فولادی جسارتا شما تو تره بار کار میکنی؟ چطور مگه؟ مرد حسابی بچه صبح اینجا فقط 6 کیلو نارنگی میخوره. جان کجا؟ بفرمایید. ثبت نام ما اینجا نداریم. بفرمایید. این بابای صفدی نمایشگاهی داد بخوره. صفدی جان پسرم بیا دایرکت چیز دفتر. سلام. مخلصم جان. من پدر جمشیدی ام. اوی آقا جمشیدی خیلی خوش اومدید. آقا جمشیدی مغازه کجاست؟ بیایم یه دو تا گوشی قسطی برداریم مثلا. چطور مگه؟ چطور مگه که مرد حسابی روزی 18 تا آیفون دارم من بچت میگیرم بس دیگه. احمدی تخم سگ ندو انقدر. ما که اینجا وایس اینجا که گیر میدی. اینجا وایس اینجا چه غلطی می‌کنی؟ من صفحه داره میدوه. تو چه ربطی داره؟ پاچه خواب. پاچه گوش میدم. آقا رضایی اسم میگم اشتباه بچه رو آوردین اینجا ثبت کنیم. ما اینجا هنرستان هوانوردیم. شما بچه رو باید ببری کم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی به نظرت اینا چیه به نظرت؟ البته تمرین تشکری به نظر من درسش خوبه آره. شما بکنیم نه داداش اینجا ماشاءالله انقدر دستش چسب داره دیگه نیاز نیست ما بچه‌ها رو بگردیم. خودش دهن سرویس سنده که منم از خودم زده. سفری بابا این لقمه‌های بوف آشغال بیا خودم برات غذا آوردم. سلام علیکم جان. پدر احمدی هستم. خیلی به به آقا احمدی پس این تخم سگ ندارم دار. میگم آقا احمدی جوستون شما چک میکم نقل می‌کنی؟ یعنی چی؟ شرخر ما نیستین. چطور مگه؟ چطور مگه که مرد حساب قلاده سگ گردن بچت در آوردن معلم ریاضی گفته چرا تمرین نمی‌کنی با پنجه بوکس رفته تو صورت سر کلاس عامل فساد هفته خبیث بازی میکنه شرط بندی میکنه موتور بچه‌ها رو از زیر پاشو کشیده بیرون. چی شده؟ احمدی سفری گرفته داره خورکش ازش میگیره. چی گفتی؟ خدا این قربانی از من بپذیر. اینم عمرش به این دنیا. احمدی آقا از با معلم ریاضی کانکت میشی همه تقویتی‌ها رو میندازی تو زنگ. داشتی مخلصم. خستمون کرد. آقا از سیگار داری؟ آره دارم. چیه؟ سناتور. به عنوان ناظم مدرسه خجالت نمیکشی سناتور میکشی؟ احمدی بود دفتر میام. آقا صادقی احمدی دیگه چیکار داری؟ اون اولترا میکشه اومد یه من خزش واسه من بگیر من میرم بیرون روم تو روشوانشه. سفری بابا بیا اینجا بودو ببینم پسرم. پسر بابا امروز تولدشه. این آهنگو با عشق تقدیم میکنم. جونمی کنارت موندنی من به تو بد وابستم. خیلی مخلصم جانم. واسه برای ثبت نام. ورودی جای خیلی مخلصم. شغل شما چیه؟ بنده رئیس بانک هستم. خیلی مخلصم جان در خدمتم. مثلا بچه‌تون درس خون هستن. به شدت. اهل دعوا و خشونت. ابدا. اهل دود و به هیچ عنوان. یه دونه احمدیه که اونم چوسوت میکنه من خودم دیدم اون تحت کنترل خود. چه اینا رو بگذاریم. وام چجوری قضیهش؟ نظرت دستگاه اسپرسو بخریم بندازیم اینجا اولیای سفری اومدن یه شات اسپرسو بدیم دستشون؟